آغاز می‌یابد. مرحمت بازی را سر میکنیم. این دوم تایم بازی میباشد. حالا هم بازیگران بخش کوشش کرده ایستادند که باز یک شیبه دیگه وارد جریمه گاهی سسکا پامیر کنند، ولی سسکا پامیر هم تسلیم شدنی نیست. سسکا پامیر میخواهد سسکا پامیر میخواهد که زودتر حساب را برابر بسازد یا اینکه نزدیک تر سازد، برای که این آخران راوند است. در اینجا الکی غالب یا که مغلوب یا بچه مینوت رفته است. غالب یا که مغلوب در اینجا معین میگردد و اگر دسته وحش اینجا غالبیت را به دست آورد، جای خود را در جدول مستحکم‌تر میگرداند و صدرنشین جدول هم هست حالا، ولی جای خود را پیش و باز هم زیادتر و سخت‌تر میگرداند. حالا بعد این بازی باز یک بازی دیگر در پیش است که این هم بازی سسکا پامیر و برقی حصار باید برگزار گردد. و حالا ما در دویم راوند یگان شیبه را ندیدیم که واردی دروازه گردد. دسته ها کوشش دارند که تیزتر یک شیبه بر داخل جریمه گاه گردانند.